وبسایت مووی استار با افتخار تقدیم می‌کند. قتل از پیش اعلام شده. البته شما مظنون نیستین خانم مارپل، ولی شما باید به همه زمین باشید. صبح بخیر. میخوام که مزاحم شما شدم خانم بلک‌زک، ولی کشیش باید بالا سر یه محتضر میرفت و خانم هارمون باید یه بچه رو میرسوند بیمارستان. از من خواستن اینو بدم. متشکرم خانم مارپل، بفرمایید. ممنونم. فکر میکنم مربوط بشه به مراسم تشییع. بله همینطوره. و اگر پیغامی دادیم. The vicar is a very understanding man. No fatuous consolation. Please tell him the arrangements will do very well. Bunny's favourite hymn was Lead, Kindly Light. متوجه هستم که من اینجا غریبم، ولی خیلی خیلی متاسفم. تازه فهمیدم چه کسی رو از دست دادم. بانی تنها رابطه من با گذشته بود، تنها کسی که همه چی رو به خاطر داشت. میدونم آدم وقتی تنها کسی رو که گذشته ها رو به یاد داره از دست میده تنها میشه. من خواهرزاده و برادرزاده های مهربانی دارم و دوستان مهربان، ولی کسی رو ندارم که گذشته رو به یاد داشته باشه. شما زنی هستین که خوب درک میکنی خانم مارپل، از این بابت متشکرم. باید چند ساعتی برای کشیش بنویسم. پلیس اومده. متشکرم حالا. صبح بخیر خانم بلک‌زک. خانم مارپل؟ خانم مارپل یادداشتی از طرف کشیش آوردن. البته من همین الان مرخص میشم، مگه اینکه شما بخواید سوالاتی از من بکنید. دیروز بعد از ظهر شما هم در مهمانی احسانه بودید؟ نه نبودم. پس چیزی نیست که به من بگید. واقعا از طرف کشیش یادداشت آورده بود. من هر وقت یه فوزی رو ببینم فوری میشناسمش. برای عرض تسلیت وقت تلف نمی کنم خانم بلک‌زک. امیدوارم همینطوری قبول کنید. به خاطر مرگ خانم بانر احساس بدی دارم. باید جلوشو میگرفتیم. نمیدونم چه کاری میتونستیم بکنیم. شیشه کنار تخت شما قرص‌های کشنده وجود داشته و ما چند روز بود از خونه محافظت میکردیم. نمیتونستین هر کسی که به خونه میومد دقیق بگردیم.
ولی خب هر کسی از سعی کرده به شما شلیک کنه، شما رو مسموم کنه، کی میتونه باشه؟ اصلا نظری ندارم آقای بازرس. مطلبی هست که باید بهتون بگم. من رفتم اسکاتلند با بیل گویلر صحبت کردم. تنها کسانی که از مرگ شما نفع میبرن پیپ و اما هستن. فکر میکردم پاتریک و جولیا پیپ و اما باشن. سوابق اونا رو بررسی کردیم و چی کار کردین؟ این کار منه خانم بلکلاک. بله خیلی عذر میخوام. ما روشن شده پاتریک و جولیا سیمونز همان کسانی هستن که ادعا میکنن. بعد به فکر مادرشون افتادم، سونیا استانفوردلیس، خواهر گویلر. اگه شما اونو ببینید میشناسیدش؟ بله فکر کنم بشناسم، گرچه 30 سال هست که ندیدمش. حالا حتما پیرزنی شده. ازش چی یادتونه؟ زنی بود ریزندام تیره، زن جوان و سرحالی بود. حالا حتما پیر و خسته است مثل بقیه ما. در چپینگ کلکار چیزی که زیاده خانم‌های پیره. میخواییم بگین که سونیا با یه اسم جعلی توی این دهکده زندگی میکنه؟ باید امکانشو بررسی کنم. 3 نفر رو در نظر دارم که سنشون به سونیا میخوره. خانم سویتنهام، خانم مورگاتروید و خانم هینچکلیف. هر 3 دیروز اینجا بودن و در شب تیراندازی هم بودن. این فکر واقعا خنده داره بازرس. بهم کمک کنید ثابت کنم. شما عکسی از سونیا دارید؟ فقط عکسای خیلی قدیمی. فکر میکنم توی آلبوم یه جایی در بالا خونه باشه. میشه ببینمشون؟ جولیا باید همین جاها باشه. بگین نشونتون میده. متشکرم. متاسفانه حسابی خاک گرفته، پر از آشغاله. در حال حاضر فکر منم همچین وضعی داره. خیال داری مرتبش کنیم؟ منم همینطور خانم سیمونز. باید مرتبش کنم. مطمئنم که آلبوم عکس اینجاست. اولو که اومده بودیم پاتریک پیداش کرد. احساس جالبی بهمون دست داد. کلی به کلاههای قدیمی خندیدیم. اینا رو نگاه کن. خاللتی هیچی رو دور نمیندازه. شما با گذشته خانوادگیتون آشنایی دارید؟ کمان کنم. بیشترش کسل کننده است، ولی اگه کمکی به شما باشه. اون موقع هم که آلبومو میدیدین این عکس‌ها نبودن؟ نه. اصلا کم نداشت. سونیا، خودم و آرچی. اگه جی راندال گویلر. سونیا و بیل کنار ساحل. پیکنیک در اسکین. شارلوت و خودم. سونیا، آرچی. اجازه؟ تمام عکسای سونیا رو برداشتن؟ این خودش یه سرنخی نیست؟ بله، قطعا نوعی سرنخه. فکر میکنین اگه من یه کمی بیشتر بگردم خالتون ناراحت بشه؟ شما برای حفاظت از شخص در برابر قاتل حکم لازم ندارید. با توجه به این نتیجه تا حالا 2 بار ناموفق بودیم. تنهاتون بذارم؟ ممکنه بخواین کسی چیزی ندونه. متشکرم. گرچه نقل رازداری خانم مارپل، ولی میل دارم اینا رو بخونید. خوبه. متشکرم. بله. دوست دارم اسرار دیگران رو بدونم. خیلی جالبه. گاهی میگم کاش شوهرم اعتراف گیرنده خدای من. که متاسفانه امکانش نیست. شما اینا رو خوندین؟ بله.
ممکنه بگین چه نتیجه‌ای گرفتین؟ خانم بلکلک خیلی خواهرش رو دوست داشته. هفته‌ای 2-3 تا نامه برای اون می‌نوشته. پدرشون مرد سختگیری بوده. یه پزشک اموال ویکتوریایی که تحمل ایده‌های جدید رو نداشته. و احتمالاً باعث مرگ صدها مریض شده. ولی من همون دکترای اموال رو ترجیح میدم به این دکترای جوان. دندونای ما رو در میارن، داروهای عجیب غریب تجویز میکنن، تکه های از داخل بدنمون رو در میارن، بعد میگن کاریش نمیشه کرد. خب معلومه، چون دیگه چیزی از اون عضو باقی نمونده. نه، من پزشکی قدیمی رو ترجیح میدم. شیشه های بزرگ و سیاه شربتشونو خیلی راحت میشه خالی کرد تو ظرفشویی. راستی فهمیدین اسلحه‌ای که باش شلیک شده مال کی بوده؟ مال سرهنگی استربروک. بله، خانم باز گفت که سرهنگی اسلحه داره. ولی مشخص نیست که اسلحه کی برداشته شده. خواهر خانم بلکلک از سل مرده؟ گمان کنم. میدونیم که در سوئیس توی آسایشگاه بوده. راستی؟ جالبه که از اسلحه سرهنگ استفاده کردن. ولی شک دارم سرهنگ استربروک سونیا گوئلر باشه. این هم میدونیم که سونیا ریزندان بوده و تیر رنگ و طبق اون نامه ها کمی هم عصبی بوده. بله اینا خیلی جالبن، گرچه خلاف اصل رازداریه. میتونید اونا رو تا فردا پیش خودتون نگه دارید خانم مارکو. متشکرم، اگه اشکالی نداره. فکر میکنم قراره چند ساعت سکوت جالبی داشته بود. My dear, I shall prattle on non-stop. Oh, by the way, is Miss Blacklock short-sighted? Yes, but too proud to wear spectacles. When she comes to church, she sings the hymns she knows by heart and la-las her way through the others. Really? I'll see you to the door, Inspector. Do be careful, Delilah. Delilah? Yes, my husband christened her that. I'm very much afraid her moral standards are similar. خاله جین، مطمئنم نمیتونین درست ببینین. آره، انگار یه کمی مغشوش به نظر میاد. چرا چراغ روشن نمیکنی؟ من اینجا کلیدو پیدا نمیکنم. کلید رو خودت Delilah, you silly cat. عزیزم، من چی کار کردم؟ طوری نیست خاله جین، شما کاری نکردید. دلایلا بود. احتمالا فیوز همه چراغا پریده. باید ممنون اون باشم. مسخره. نه مسخره نیست، خیلی هم جالبه. نگاه کن، میشه دید کجای سیم و جویده. برای همین اتصالی کرده. پس اون شبم خاموش شدن چرا؟ راجع به چی حرف میزنی؟ قتل عزیزم. And I won't have a word said against that remarkable cat. خانم هیمز، فکر میکنم شما به من گفتید که شوهرتون در ایتالیا کشته شده. درسته. حقیقت نداره، اون یه فراری بود. میدونم. باید به من میگفتین. شما مجبورین لجنای زندگی همه رو بیرون بکشین؟ بله مجبورم، و این جالبه که اغلب مردم زمینشو دارن. من نمیخوام پسرم بدونه. راجع به پدرش بهش دروغ نمیگم. I just don't talk about him at all. Silence isn't quite the same as telling lies. هفته که تیراندازی شد شما رو در حال صحبت با مردی تو گلخونه دیدن. شوهرتون بود؟ من با کسی حرف نزدم. اومده بود ازتون پول بگیره؟ سال هاست که من شوهرمو ندیدم. از این بابت مطمئنید؟ سکوت میتونه به منظره دروغ تلقی بشه خانم هیمز.
از مرگ خانم بلکلاک نسل میبرن. سونیا استفوردیس و بچه‌هاش پیپو اما. و اینا کسانی هستند که از نظر جنسیت و سن به سونیا میخورن. خانم سوتنهام، خانم اینچکلیف، خانم مورگات روید از نسل قدیم. پاتریک سیمونز، جولیا سیمونز، فیلیپا هیمز، ادموند سوتنهام و خانم هارمون. لااقل اینقدر انصاف داشتی در برابر اسم زن کشیش تردید نشون بدی. بله، در واقع جزء نسل قدیم به حساب میاد، به اضافه ایستر بروکا. سرهنگ اسلحه داشته ولی در هفته ارتکاب قتل ناپدید شده. چرا گزارش نکرده؟ چون در اون موقع متوجه نشده. همسرش قسم میخوره اسلحه بعد از قتل ناپدید شده. برداشت من اینه که برای دفاع از شوهرش داره دروغ میگه، ولی نیازی نیست چون شوهرش آدم ساده لوحیه. میخوای بدونی برداشت من چیه؟ شدیداً نیاز به کمک شما دارم. قتلی در حضور یک گروه چند نفره اتفاق افتاده. با استنباط منطقی ثابت کردی که احتمالاً قاتل یکی از این افراد بوده. خب حالا اینو میدونیم و بیا تو. ببخشید، فکر کردم بهتره اینو ببینید. میدونستم اون زن دروغ میگه. کی؟ در روز قبل در میلچستر یک کامیون میزنه به یک مرد و اونو میکشه. مدارک همراهش نداشته، کسی هم گم شدنشو گزارش نکرده، فقط به اسم رونالد هیمز شناسایی شده. سروان سابق در لومشایر جنوبی. شوهر فیلیپا هیمز. بله، ظاهرا اینطوره. این مقداری هم پول همراهش بوده و بلیط اتوبوس چیپین کلکار. تصادف چه روزی بوده؟ روز قبل از قتل. به تاریخ توجه داشتم. ببخشید، فکر میکنم باید به نحوه مردنش هم توجه داشته باشین. موضوع از این حرف چیه؟ دویده وسط خیابون تا یه پسر بچه رو از جلوی کامیون هول بده کنار. چه اینطور؟ مرگ خوبی بوده. یعنی بین مرگای دیگه. بهش توجه شد گروهبان. Philippa, I've just heard about, well... Just say the name. He can't hurt anybody. Your husband. تو فکر میکنی بازم تکرار بشه؟ آره، چون هر کسی رودی شرزو کشته همون کار با بانری بیچارم کرده. دلیلی نمیبینم تکرار نشه. خب معلومه. بعدش ممکنه هر کدوم ماها باشیم، بازم دلیلی نمیبینم که ما نباشیم. خب کسایی که در جلسه تیراندازی بودن در جشن تولد بانی هم بودن به جز خانم هارمان. پس اون هیچ. خب منم همینو میگم. و قاتل اصلا یه مرده. ما همه میدونیم مردا چجور موجوداتی هستند. خب هر کسی میتونسته اون قرصاره بذاره تو شیشه قرصا. هر کسی؟ چطور؟ خب همه ما رفتیم دستشویی. اون همه چای نوشیدنی که به ما دادن سوپرمن باید باشیم که نریم دستشویی. پس برمیگردیم به قتل اولی. خب اون جوون احمق سوئیسی میاد اینجا وای میسته چراغ قوه‌ش رو میچرخونه. اسلحه رو؟ نه اسلحه دست یه نفر دیگه بوده. حالا من میشم اون سوئیسی احمق. تو کجا بودی؟ یادم نیست. چرا؟ خوبم یادته. من پشت در بودم. در که باز شد خورد به انگشت پام به میخجم. کی میخوای بری پیش دکتر درست حسابی؟ اینطور که تو با پات ور میری ممکنه خونت مسموم بشه. حالا بیا پشت در وایسا. مواظب پات باش. خب I'm leaning against the mantelpiece with my tongue hanging out waiting for a drink. کسی که تیراندازی میکنه مجبور یواشکی از اون یکی در وارد سالن بشه. اینجا که در نیست. نه اینجا نیست، ولی اون شب بود. فکر کن هست. 1 2. چه کسی رو میتونی ببینی؟ مهمتر اینه که چه کسی رو نمیبینی. کی اونجا بود؟ تو پشت چراغ قوه وایسادی. چند تا چهره رو میبینی؟ یادمه که خانم هارمان رو دسته یه صندلی نشسته بود.
جورابانه با دهن باز. بعد این خیلی عجیبه. لعنت بر شیطان. الو هینچکلیف، مواظب باش یادت نره. الو خانم هینچکلیف، خودمم. سگتون رسیده. چی؟ امروز صبح با قطار حمله شیر آوردنش. میدونین الان ساعت چنده؟ ساعت 5:15. خیلی خوب. تقصیر شما نیست که سگ این موقع رسیده. سگو فرستادن با قطار حمله شیر. احمقا فکر نکردن ممکنه من بیدار نباشم. عصبانی میشم مردم به جایی من فکر میکنم. احمقا، لعنتی ها. نمیخوای بدونی چی به یادم اومده؟ وقتی برگشتم ادامه میدیم. یادت نگه دار. چرا متوجه نیستی؟ اون زن اونجا نبود. یادت نگه دار. اون زن اونجا نبود. خیس میشی. الان برمیگردم. متشکرم عزیزم، خیلی ممنونم. دوست کرد. خواهش میکنم. خب مشکلی نداریم؟ بدون یه قهوه بخوریم. او خیلی عالی. خانم هارمون زنگ میزنن میگم شما هم هستید. حتی که ناراحت نمیشه. نمیدونم انگار زده به سرش. خب این خوشهاش با هم دعا. مرداد رایت، ما مهمون داریم. بفرمایید خانم مارتل. یه فنجون قهوه خوب داغ حسابی میچسبه. سگو بیارمش بیرون. اگه مرداد رایت کتیر نداشته باشه ناجوره. بیا بیرون در به در. مرداد رایت نمیشنوه. کر شده. هنوز نتونسته همه لباسا رو ببره تو. مرداد رایت لابد رفتی پیش همسایه ها. برم ببینم سگه چی کار میکنه. جدا اون عقلشو از دست داده. دیوونه شده. هاشو
باشه میکشمش. کافیه دستم به اون زن برسه. باید پلیس رو خبر کنم. چرا شما گفتین اون زن؟ یه بازی احمقانه میکردیم. میخواستیم بفهمیم کی اون سوئیسی رو کشته. فکر من بود. تقصیر منه. نه، فقط بگیم چی شد. میخواستم با حذف کردن آدم ها بفهمم کار کی. مووی استار. بفهمم کی میتونسته اون شب یواشکی وارد حال بشه. مورگاتروید بهتر از هر کسی میتونسته ببینه چی به چی. عجب. وقتی داشتم میرفتم سگمو بیارن یه دفعه هیجان زده شد و شروع کرد به داد زدن که اون زن اونجا نبوده. اون زن اونجا نبوده. درسته، اونجا نبوده. پس برای باید بفهمم اون زن کیه. هر کی باشه تاونشو میده. امیدوارم حالا غذای خوبی درست کرده بشه. امروز خیلی کار کردم. متعجبم میکنی. 3 ساعت کلاس رفتم. روزای دیگه 2 ساعت نمیرم. جولیا، اتفاقی افتاده؟ این نامه از جولیا سیمونز رسیده. فکر میکردم تو جولیا سیمونزی. Oh God. Caught in the act. Well. ضمن عمل که نه. راجع به چی حرف میزنی؟ حالتی واقعیت اینه که این برای ما یه موقعیت عالی بود. صبر کن ببینم. الان گفتی خالتی. معنیش اینه که تو واقعا پاتریک سیمونزی؟ بله واقعا پاتریک سیمونز هستم. فقط جولیاست که در اصل جولیا نیست. خب پس تو کی هستی؟ در اصل اما جاسلین استانفوردیس، دختر سونیو هستم. اما؟ بله. ولی شما دو تا چطوری هم دیگر رو پیدا کردین؟ در یه مهمونی بزرگ در لندن درست بعد از مرخص شدم. خب جولیای واقعی چی کار میکنه در پرس؟ این دوست داره هنرپیشه بشه. قبلا توی شرکت کار میکردیم. میدونستیم ممکنه مادر مریض بشه، پس بیفته. فکر کردیم جولیا بره اسکاتلند و به کارش ادامه بده. و من بیام اینجا در نقص جولیا که مشکلی پیش نیاد. ضمناً We wanted to be together. Oh, I see. ما دوتا با هم ازدواج کردیم. فکر کنم حالا دلیلشو بدیم. بله، حالا میتونم بفهمم. و بخشی از این برنامه شما سهیم شدن در میراث گویلر هم بوده، درسته؟ درسته. البته دقیقاً چنین منظوری نداشتیم. پس چه منظوری داشتین خانم استانفوردیس؟ پدر مادرم 3 سال بعد از ازدواج جدا شدن. ما رو هم جدا کردن. تو و پیت؟ بله. پیت با مادرم رفت و من با پدرم. البته پدرم یه شیاد بود، یه پدر واقعا بد ولی مهربون. زمان جنگ اونم از دست دادم. عضو نهضت مقاومت فرانسه شدم. بعد از جنگ اومدم انگلستان. تنها و بی پول، ولی میدونستم یه پولدار توی فامیلمون هست. بعد پاتریکو دیدم. یه خوششانسی بود.
ازدواج کردیم اومدیم اینجا. فکر کردم بعد از شنیدن داستان دلتون به حال یه دختر یتیم بسوزه. یه مقرری مختصر، نه چندان زیاد. خب پس چرا واقعیت رو به من نگفتی؟ قرار بود بگم ولی یه دفعه تیراندازی و خوروندن آسپرین کشنده شروع شد. فکر کردم بهتر فعلا ساکت باشم. احساس کردی این بازه حتما به کسی که قبلا دروغ گفته زنین میشه. من فکر میکنم این منطقی باشه. پس اگه اما هستی پیپ کجاست؟ دوستش نمیدونم. وقتی 3 سالم بود از هم جدا شدیم. بیشتر از 20 ساله که نه پیپو دیدم و نه مادرمو. این تمام واقعیته؟ تمام واقعیت اینه که من اومدم اینجا تا از ثروت فامیلی مبلغ مختصری بگیرم. برای ارتکاب قتل و رسیدن به کل ثروت نیومدم. من چاره ای ندارم جز این که حرفتون رو باور کنم. صبر کن ببینم، گفتی عضو نهضت مقاومت فرانسه بودی؟ بله. تیراندازی یاد گرفتی؟ بلدم. پس در این صورت اگه اون شب من به شما شلیک کرده بودم تیرم خطا نمیرفت. بازرس کراداش میخوام با همه شما حرف بزنم. متشکرم آنها. با هممون؟ بله. ولی ما تازه رسیدیم. خانم مارگات روید امروز به قتل رسیده. دقیق بگم خفه شده توی باغ خونه‌اش درست قبل از ظهر. میخوام بدونم شما کجا بودین و چه کارایی کردین. هر کسی این کارو میکنه باید دیوونه باشه. دیوونه من. البته دلیل نمیشه که اون مرموریدم. حالا اینقدر راحت ندیده بودمش. روز بخیر خانم مارگات. روز بخیر گروفان. خانم هینچکلیف چطوره؟ متاسفانه هول کرده. انگار 10 سال پیر شده. باید یه کاری بکنیم گروفان. Missing? Yes. How long's she been missing? Oh, about 2 hours. She went along the road to speak to Sergeant Fletcher. That's what, about 5 minutes away? 10 at the most. Doesn't help because I've lost Fletcher as well. She suddenly became very excited about pearls. Pearls? Yes. Well, she'd been... لیستی تهیه میکرد. چراغ، بنفشی، آسپرین، برن، لتی، مستمری بازنشستگی، مروارید. خانم بلکلت همیشه مروارید رو میندازه؟ بله. ما گاهی بهش میخندیم. من خیلی نگران خانم مارکلا. به محض اینکه خبری ازش رسید بذاری پلیس تلفن کنی. بله حتما. میشه بگیم بازی چیه؟ So you see, it's been quite a day. So I see. But only the one murder. Oh, Julia. I understood she wasn't Julia. من هنوز فکر میکنم اون جولیا. خب و اضافه بر همه این اتفاقات خانم مارپل خوبمون ناپدید شده. شاید اون فرالیه. فرالی؟ اگه خانم مورگات رویدو کشته باشه. اینقدر از قتل حرف نزنیم. نمیفهمین که من میترسم. God. Don't worry, Aunt Letty. I'll look after you. Mind you, I could do it better on a full stomach. I am hungry, Hannah. من میترسم. اصلا امشب شمی در کار هست یا نه؟ خودتون غذا درست کنیم. من دیگه توی این خونه کار نمی کنم. هر کی مورگات رویدو کشته میتونه دیگرونم بکشه. I am going to lock myself in my room until tomorrow and then I leave this house forever. Good night, Miss Blacklock. I'll see to dinner. Might be less embarrassing all round. Don't be silly, darling. Nobody wants to sit at table with an imposter. Oh, Patrick, if you're acting as protector, you better taste the food. I don't want to be accused of poisoning the omelettes.
Omelets all right for everybody? Fine by me. It's all I can cook anyway. But I'm outstandingly good. کمک لازم نداری؟ نه. مطلبی هست که میخوام بهت بگم. نمیخواد. برای امروز دیگه کافیه. اگه موضوع مربوط به ادموند سویتنهام باشه کاملا مربوط به خودته. نه این ببین چرا نمیخوای یه کار مفید بکنی؟ برو میز اتاق نهارخوری رو بچین یا یه کار دیگه. یعنی مؤدبانه دارم میگم تنها بذار. من اگه شلیک کنم حتما میکشم. من طرف تو هم ایما. همین. متشکرم. خودت چیزی خوردی؟ من پایین پله ها خوردم. متشکرم خانم هیت. من جواب میدم. الو؟ هر وقت تلفن زنگ میزنه میگم نکنه یه نفر دیگه مرخص شده. بازم توی شوک داری. حداقل از ما 3 نفر نبودیم. یه دفعه خیلی شاد و خندون شدی فیلیپا. متشکرم. با توجه به اینکه در احاطه مرگ هستیم و نیرنگ. میتونیم تو اتاق پذیرایی قهوه بخوریم؟ قرار مهمون بیاد. یه اطلاعیه دیگه تو روزنامه نیست؟ بازرس کردوک خودش رو دعوت کرده. خب حداقل 20 دقیقه میشه که به دیدن ما نیومده. و خانواده های استربوک، سویتنهام و بقیه چقدر هیجان بخش. قهوه در اتاق پذیرایی. اطاعت میشه خانم. توضیح بدم چرا اینجا هستم. امروز خانم مورگات روید کشته شد با قساوت. دلایل زیادی وجود داره که فرض کنم قاتلش توی این اتاقه. علاوه بر این ما فکر میکنیم قاتل یک زنه. خدای من. I'm going to ask the ladies present to tell me what they were doing today between the hours of 11 o'clock and noon. Starting with the young lady who has been calling herself Julia Simmons. Calling herself? Hush, Mother. Between 11 and 12, I was in Milchester meeting Patrick for a secret walk along the riverbank. We have no witnesses. We could easily have driven in a fast car to Miss Murgatroyd's cottage, but we didn't. I throw myself on the mercy of the court. Mrs. Swetnam? Me? What were you doing at the time in question? Well, either turning the heel of a sock or cleaning out the gutter, depending what time the rain started. It started to rain at 11:10. Ah. Well, that means that I was turning the heel of a sock until 10 past. Then the rain started and pours into our passage by the cloakroom where the gutters stopped up. So I put on my coat and gumboots and I cleaned out the gutter with a broom handle. Do you have any witnesses to the sock turning or gutter cleaning? No. I called to Edmund, but he didn't answer. So I assumed he was at an important place in his novel. And were you?
No, I was asleep. Do you need a witness to that? I don't think so. Mrs. Easterbrook? I was in the study with Archie. We were listening to the wireless. Can you confirm that, Colonel? No. No? We were listening to the wireless at 11 o'clock. Are we not talking about 11 o'clock? We're talking about between 11 o'clock and 12. Precisely. And bear in mind that you withheld vital information about a revolver, so may I have some accuracy on this occasion? I was in the study with Archie, listening to the wireless. And then I toasted some scones. And in between I went for a little walk. Alone? I was talking to Lampson, a farmer from Croft End, about some chicken netting. While your wife took a little walk. Why didn't you ask the others what they were doing? That Hames woman. And Edmund Swettenham. He writes books about murder, and he's a communist. He's always saying... I've made it quite clear that we're looking for a woman, Mrs. Easterbrook. خانم مورگان فروید درست قبل از مرگ جمله مهمی در مورد قتل رودی شرز ادا کرده. همونطور که همه یادتونه خانم مورگان فروید اینجایی که من ایستاده بود که اون جوون بیچاره از این در وارد میشه. ولی تاریک بود. کسی نمیتونست چیزی ببینه. خانم مورگان فروید اینجا ایستاده بوده، بنابراین میدیده نور چراغ قوه کجا میفته. فقط اون میتونسته ببینه موقع تیراندازی کی تو اتاق نبوده. همه چیز دیده بود. منم اون شب همه چیز رو دیدم. این غیر ممکنه. تو حتی توی اتاق نبودی. نه، من توی اتاق نبودم. من یه خدمتکارم، یه خارجی. من در حدی نیستم که با خانوما و آقایون خوب انگلیسی در یه اتاق باشم. شما حتی ازم نمیخواین بیام توی اتاق به سوالات جواب بدم و من جوابا رو میدونم چون دیدم چه اتفاقی افتاد. خواهش میکنم بگین چی دیدین؟ در شب تیراندازی من توی اتاق نهارخوری بودم، داشتم نقره ها رو پاک میکردم که صدای تیر شنیدم. از سوراخ کلید نگاه کردم و اونو دیدم در حالی که اسلحه دستش بود. یه زن، خانم بلک لاک. من؟ حتما دیوونه شدی. ولی این غیر ممکن اگه خوب دربارش فکر کنید. البته چه غیر ممکنه؟ چون شما بودین، درسته؟ متشکرم خانم. بهتر شما برگردین تو آشپزخونه، خواهش میکنم. همش آشپزخونه. تو اسلحه سرهنگو برداشتی، ترتیب آیدهی روزنامه رو تو با شرز دادی. همه میدونیم که قدرت تخیل خیلی خوبی. ولی این ماجرا واقعا وحشتناکه. چراغا خاموش شد، یواشکی از اون در وارد حال شدی و به خانم بلک لک شلیک کردی، بعد رودی شرز رو کشتی. چرا من باید چنین کاری بکنم؟ یعنی چه انگیزه‌ای ممکنه داشته باشن؟ امیدوارم توضیح مناسبی برای این حرفا داشته باشی. اگه خانم بلک لاک بمیره 2 نفر ارث میبرن با این اسامی، پیپ و اما. جولیا سیمونز اماست، اینو همه میدونیم. و فکر میکنیم من پیپم. ادموند سویتنهام هستم و میتونم ثابت کنم. شناسنامه دارم، مدارک مدرسه، دانشگاه، همه چیز. اون پیپ نیست. میتونم ثابت کنم بازرس. شما؟ پیپ منم. همه فکر میکردن پیپ پسر بوده. ما هر دو دختر بودیم. بعد از جدا شدن پدر همدیگر رو ندیده بودیم. منم همون فکر جولیا رو داشتم. میدونستم پول تو خانوادمون هست. فهمیدم خانم بلک لک کجا زندگی میکنه. همین اطراف کار گرفتم. کمی پول میخواستم برای اینکه پسرم درس بخونه. کشتن آدما تو نقشه من نبوده. موقعی که آدم کشی شروع شد و بعد امروز نامه رسید و این اولین بار بود که هر دومون متوجه شدیم کی هستیم. حسابی داریم معروف میشیم. بازرس لطفا اجازه بدین. الان میام.
چرا باید خانم بلکلکو که به من محبت کرده بکشم؟ ادموندم همینطور، چون پیپ نیست. ولی این شما رو دوست داره نه؟ خب از شما خواستگاری کرده یا نه؟ البته که خواستگاری کردم. اون زن خوبیه. من میخوام باهاش ازدواج کنم. ادموند چرا هیچی به من نگفتی؟ نه امکان نداره که منو دیده باشی. امکان نداره. خیلی ممکنه. حقیقت رو نگفتی. آشپزخونه من چی کار میکنی؟ مواظب شما هستیم خانم بلکلک. حالت خوبه عزیزم؟ درست بازی کردم. کارت عالی بود. باید همراه من بیاین تا به سوالاتی در رابطه با این واقعه جواب بدین و اتهامات دیگه. به شما هشدار میدم لتیشیا بلکلک. شارلوت بلکلک. ببخشید، شارلوت بلکلک. متاسفم، خیلی متاسفم. I want to kill you. I want to kill you! من فقط مختصری کمک کردم. کارگردانی هانا برای اجرای نقشش امشب عالی بود. هانا نمیتونست از سوراخ کلید خانم بلکلک رو ببینه چون کلید تو قفل بوده. تو سعیتو در خراب کردن نشون دادی. منم متهم به قتل شده بودم. واقعا متاسفم که من نبودم. ادموند بخشی از کارگردانی صحنه بود و خیلی عالی بازی کرد. در وهله اول چی باعث شد فکر کنی خانم بلکلک قاتله؟ شیوه طراحی تیراندازی. قتل میبایست در تاریکی کامل انجام میشد، پس نباید آتشی روشن باشه. برای همین سفاش روشن شده بود. همه اظهار نظر کرده بودن و هیچ کس نمیتونست ترتیب این کار رو بده جز خانم خونه. چراغا خاموش شد. خانم بلکلک آهسته رفت تو حال، تیرا رو شلیک کرد، شرز و کش و بعد برگشت تو اتاق و خیلی با سرعت با یه قیچی ناخن گوششو خراش داد. اگه نرمه گوشو ببریم خونه زیادی میاد. و البته جلالم کمک کرد. لیلا گربه. بله، اگه پوشش سینه برق کنده شده باشه و آبروش بریزم برق قطع میشه. البته من متوجه نبودم تا دلایل اینو عملاً به هم نشون داد. یعنی معتقدی خانم بلکلک اینطوری برق خاموش؟ بله، لابد قبلا وقتی به گل آب میداده برق به همین شکل قطع شده بود. خانم وانر متوجه شده بود که لامپ آباژور رو عوض کردن. بیچاره قربانی خوشباوری خودش شده. غیر از اینایی که گفتم چیزی یادم نمیاد. اصلا برای چی مرتکب قتل شد؟ برای که رازش از آبش میداد. از اون موارد یکی بود یکی نبود. روزی روزگاری دوتا خواهر بودن، شارلوت و لتیشیا بلکلک، با یه پدر احمق، بیرحم و کاملا امول. لتیشیا بلکلک در کارش زن موفقی بود و منشی خصوصی راندال گوئلر. ولی شارلوت چون ریخت و قیافه‌ای نداشت، تو خونه مون رو گردنش یه ورم داشت مربوط به قده تیروئید، به اصطلاح کوادر. با عمل جراحی میشد برطرف بشه، ولی پدرش قبول نکرد و بالاخره پدرشون درست قبل از جنگ مرد و شارلوت تونست بره برن و کوادرش رو عمل کنه که موفقیت آمیزم بود. ولی جای عمل دور گردنش باقی موند که زیر گردنبند مروارید مخفی میکرد. لتیشیا کارش رو پیش گوله فرند کرد که بره سوئیس خواهرش رو پیدا کنه. بعد از عمل در خلال جنگ هر دو در صلیب سرخ بودن و بعد به طور ناگهانی لتیشیا مرد و شارلوت که میدونست که لتیشیا وارث مبلغ هنگفتی پول بوده و ضمناً میدونست که در انگلستان سالها کسی اونو ندیده. بنابراین هویتش رو عوض کرد. یه دهکده خیلی آروم و دور افتاده رو به اسم چیپینگلک هورنا انتخاب میکنه و منتظر میشینه تا خانم گوئلر بمیره و اون زن ثروتمندی بشه. ولی در حقیقت مهربونی اون زن باعث شد کار به اینجاها بکنه. لورا بانر براش نامه غیر منتظری نوشت چون اون دوست دوران مدرسه‌ای هر دو خواهر بود. شارلوت از دریافت نامه خوشحال شده بود و راز رو براش فاش کرد. بانر از صمیم قلب همه چیز رو تایید کرد
در ذهن گنگ و فکر عامیانه بانر کاملا درست بود که لوتی عزیزش نباید به خاطر مرگ نابهنگام لتیشیا از ارث محروم بشه. پس دورا بانر آمد به لیتل پاداکس و شارلوت خیلی زود متوجه شد که در قضاوتش اشتباه کرده بوده. دورا بانر قابل اعتماد نبود. به جای لتی اونو لوتی صدا میکرده. بعد رودی شرف پیدا شد، یه تهدید خیلی جدی تر. واقعا خانم بلکلاک رو میشناخته؟ بله، اون در برن توی کلینیک کار میکرده. من مطمئنم که اون فقط قصد یخ‌بازی مختصر رو داشته، ولی خب تهدیدی بود برای کل برنامه خانم بلکلاک. کم کم این خیال مزاحم براش باور شده بود. پس رودی شرف رو کشت و بعدم متوجه شد که دورا بانر قابل اعتماد نیست. متاسفانه شارلوت قسمتی از صحبت‌های منو با دورا بانر در کافه بلوبرد شنید و همین پرونده دورا بانر بیچاره رو برای همیشه بست. شارلوت سعی کرد آخرین روز عمر بانر جشن تولد خوبی براش بگیره، درست مثل مهربانی کردن به سگی که قرار نابودش کنی. و خانم مورگاتروی؟ بله، خانم مورگاتروی رو از ترس کشت. بیچاره خالیلتی. حرکت بیستید یکی دیگه. خانم بخبر آقای بازرس زوج خوش قیافه‌ایه. بله همینطوره. فکر کنم شما مهمان افتخاری باشین. راستش زیاد اصرار کردن. شما چی؟ نه من داشتم رد می شدم. راستش من خبر ازدواج در روزنامه چیپینگ کلیک هارن خوندم. بله. جز از طریق روزنامه چطور میشه فهمید که تو این دهکده آرام چی میگذره؟ ارائه شده توسط وبسایت مووی استار.